دو چیزو باید فراموش کنی. اول خوبی که کردی، دوم بدی که دیدی. دو چیزو باید فراموش نکنی. اول بزرگی پروردگاره، دوم بزرگی خودته. دو چیزی که هیچ وقت نرم نمیشه، یکی پینه دسته، یکی کینه قلبه. از اونایی که میتونستن کاری بکنن و نکردن هیچ موقع توقع نداشته باش. اونا خیرشون به خودشون هم نمیرسه. دو جور نمک داریم، 1000 جور نمک نشناس. اون که دوست داره نمیتونه رنج تو ببینه. برای زمین زدن یا خرت میکنن یا شیرت میکنن. حواست باید جمع باشه و در نهایت بالاخره یه روز خوب فرا میرسه. ممکنه یه روز باشه ولی میرسه. به قولی حافظ میگه از غم هجر مکن نال و فریاد، که دوش زده ام فالی و فریاد رستی می